ببخش الله. ما اعتراف میکنیم به تقصیر خود، به گناه خود، به غلطی خود، به بی‌تفاوتی خود در مقابل نعمت‌هایت، به بی‌تفاوتی خود در مقابل کتابت، در مقابل سنت نبیت، در مقابل دین. یا الله ما را ببخش. اگر تو ما را نبخشی هیچ خوبی باز نداریم. چی داریم جز ضعف خود، جز اعتراف به گناه خود، چیزی دیگری نداریم. همین را بگویم خدایا نزدیکترین وقتی که تو سر ما رحم میکنی رمضان است و اخیر رمضان است که میبخشی. یا الله ما را ببخش. ما را از اون مردم قرار ندی که رمضان بگذارد و ما در معصیت بوده باشیم، ما را تو نبخشی و تو از پیش ما خوش نباشی. پروردگارا ما دعا را بلد نیستیم. یا الله دعا را بلد نیستیم. چگونه از تو بخوایم؟ امرم والله بلد نیستیم. ولی تو خو میدانی به حال ما، تو خو ما را درک میکنی، تو خو شناخت با ما داری، زیرا تو خالق ماستی. بنان رب تو ما را ببخش، مشکلات ما را حل بگردان، توفیق مزید عبادت را یا الله نصیب بگردان. پروردگارا گناه کردیم، غلطی کردیم، تقصیر کردیم، اشتباه کردیم، نتانستیم تو را عبادت بکنیم، نتانستیم تو را یاد بکنیم. یا الله به لطف کرمت ما را ببخش، به لطف کرمت ما را ببخش. اعتراف میکنیم، عذر میکنیم. یا الله عذر میکنیم از غلطی خود، از بی‌تفاوتی خود، از کمبود عبادت خود، از ضعف خود، از فقر خود، از مرض خود، از سستی و تکاسل خود. و تو دست بلند میکنیم تو ما را ببخش، تو ما را مورد رحم قرار بده. یا الله یا الله از تو میخواهیم بر ما رحم بکو، به ملت ما رحم بکو، به کشور ما رحم بکو. این دربدری را، به قتل و قتال را، این خون مسلمان که میرزد، یا الله توی را سر ما بند بگردان. در کشور ما یا الله امن بده، یا الله رخا را بده، یا الله فقر را از ما دور بگردان، دشمنی را از ما دور بگردان، اخوت را بر ما بده، برادری را به ما بده، محبت را به ما بده، خوبی را به ما نشان بده. یا الله جهل را از پیش ما بگی، نادانی را از پیش ما بگی، دشمنی را از پیش ما بگی، فقر را از پیش ما بگی، مرض را از پیش ما بگی. یا الله کلش پیش تو آسان است، پیش ما سخت است. ما انسان هستیم، ناتوان هستیم، هر طرف که کار میکنیم غلطی داریم، ولی تو مهربان هستی، تو کریم هستی، تو رحیم هستی، به ما رحم بکن. پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی